چالش 13 روز 13 نقاشی یا طراحی. روز دوم، توی روز دوم ما رفتیم توی طبیعت و نگم براتون که چقدر سرسبز بود، چقدر هوا مطبوع بود، همه چی عالی بود. نور خیلی خوب بود، منتها من مجبور بودم حتما عینک آفتابی بزنم، اصلا نمیتونستم چیزی رو ببینم. ولی این سری اون فیبر سمیلر که دیروز برداشته بودم و برداشتم. اول با مداد طراحی کردم چون میخواستم ببینم چه ترکیب بندی رو میخوام بکشم. من تا حالا طبیعت این مدلی کار نکردم و همجور که میبینیم کارام هم خیلی کارای خوبی از آب در نمیاد. فعلا در حد اتوده و دارم سعی میکنم بهترش کنم که امیدوارم تو این 13 روز تغییرم رو با هم دیگه ببینیم. کار حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول کشید. تمام طول مدت رو سنگ نشسته بودم و داشتم کار میکردم. کار که تمام شد دیدم اون قسمت خیلی خالیه. یه درخت اضافه کردم و درختای دیگه هم که بود رو نکشیدم چون ترکیب بندی منو به هم میریخت. و انتهای کار رو میبینیم. مرسی که ویدیو منو تماشا کردین.